چرا وقتی بیخیال میشی بیشتر دنبالت میکنن؟ به قانون بی‌علاقگی خوش اومدی. هرچی کمتر اهمیت بدی بیشتر تو ذهنشون میچرخی. آدما عاشق چیزی هن که دستشون بهش نمیرسه و تشنه چیزی هن که نتونن کنترلشون کنن. وقتی مطمئن باشن مال اونا هستی شروع میکنن به بی‌ارزش کردنت. ولی وقتی ناپدید میشی شدی مثل یک سایه که هر جا میرن حسش میکنن. یک وسواس، یک معما، یک نیاز. راز رو بدون هیچ نیازی نشون نده. دنبال کردن ضعف محضه، سکوت قدرته و رازآلود بودن یه اعتیاد خاموشه که از درون میسوزونه. اگه میخوای خواسته بشی، توجهت رو به یه کالای لوکس تبدیل کن، نه هدیه‌ای که دست درمانده ها بیفته و نابودش کنن. یادت باشه، سرده ها حکومت میکنن، گرم ها مصرف میشن. این روانشناسی تاریکه، باهاش بازی کن. ذهنشون رو مثل موم تو دستت شکل بده. تو باید سایه‌ای باشی که آرام و بی صدا همیشه پشت ذهنشون میچرخه. کسی که نمیتونن فراموش کنن. اگر آماده‌ای که کنترل کنی و نه اطاعت، دنبال کن، نظر بذار. یاد بگیر بدون گفتن حتی یک کلمه نفوذ کنی، وسوسه کنی و سلطه پیدا کنی. اما این راه فقط برای معدود آدماست.